مادر قیمت‌ترین نعمت روی دنیا، سرچشمه محبتی بیکنار، چشمه مصفا و مخزن گنج فرزند، همت بلندترین شخص بشریت است. محض مهر مادر، مهر بی پایان و نوازش گرم مادر ما را به عالم و آدم آشنا ساخته است. زحمت شبانه روزی، بیدار خوابی، پربرداری او تنها به خودش خاص بوده کس را به حیرت می آورد. ما کنار مادر با عالم رنگین کودکی به وای رسیدیم و از او درس آدمگری و وطن دوستی را آموخته ایم. کنار مادر خود بهشتی اولین حیات است. و زیر بالین کودک گذاشتن کتاب یا مقدسات دیگر رمز خود را دارد. مادر می خواهد که با طفلش به نقصان سبزیده مددگار دوران پیری گردد. آره، مادر مثل زمین تنها و یکتاست. به معنای لایق گفته است: تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین یکتای مادر. انسان بعد از راه گشتن از آغوش گرم مادر قیمت او را درک می کند. زیرا مثل کنار مادر بهشت آسا معنای دیگری نیست. برحق شاعر فرموده است: طفلی و دامن مادر خوش بهشتی بوده است، چون به پای خود روان گشتیم سرگردان شدیم. مادر در همه حالت چه حاضر و غایب پیوسته در یاد فرزند است. آرامی و صحتی و خوشگفتاری فرزند را دیده می بالد. عجب دنیای رنگین و زیبا دارد مادر. متاسفانه نه همه وقت ما به عزت این گنج بی‌بها رسیده می توانیم. گاه در دریای پرشور و جوانی، عشق و هوس، ذوق و بی‌ذوقی می گردیم و مادر را فراموش می سازیم. اما بعد پشیمان گشته او را نمی یابیم. از دست رفتن مادر برای فرزند فاجعه خیلی گران است. چنانکه که گفتم، مادر کسی به همت باشد، دیدار شریفی و غنیمت باشد. از مخزن پندی آن بگیرد ارزانی، فردا چی کنی که گنج قیمت باشد. به شبهه تکیه در پهلوی مادر، خواب در زانوی مادر شعبت کتاب خاطره های زندگی است. تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است، خواب در زانوی مادر جان غنیمت بوده است. عارف دولت فرزند مادر است. ابراز این شخصی ناتکرار را در ادبیات مقام خاصی کسب کرده است. پیامبران و انبیا و شعرا سیمای واقعی او را در سخن نشان داده نامش را تار بر فلک برآوردند و در نزدشان سر تعظیم فرود آوردند. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده است: جنت زیر قدم مادران است. شاعر توانا و صوفی بی‌نظیر شیخ عطار این حادثه را در پیراهن نظم پیشکش خوانندگان قرار داده است. جنت که رضای مادران است، در زیر قدم مادران است. به محابات مادر با چنین قدردانی سزاوار است. زندگی ما کلمه موزون است که با الله مادر ابتدا گرفته با نام مبارک آن حسن انجام می‌پذیرد. انا همین بزرگی شهامت او را به نظر گرفته مادر تیمثال وطن می‌دانند. هر فرزندی که قیمت مادر را داند با دعایش خوشبخت و شهرتیار می‌گردد. دست دعای مادر کلید در خوشبختی هر یکی ماست. صد جان دل فدا یک مدعای مادر، فتح و گشایش آرد دست دعای مادر.
همه عالمان و شاعران، هنرمندان و کاسبان، پرورده باغ معطر دنیا، هوس‌های مادرند. از این رو هر کس باید قدر این گنج بی‌بها را داند. بیت زیبای لایق چراغ روشن عالم گفتار ماست. از صوت و ز شورت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. زهی مادر، با چنین قدرت و متانت، احسان و جسارت و مهر و صداقت بیکنار که بزرگی عالم پیشت سر فرود می آورد. باقی همه در پناه خداوند بزرگ باشه. مادران خود را نگاه دارید.